تقریبا میخوام یک بار برای همیشه طرز زدن ژل شستشو، تونر و کرم آبرسان رو بهتون آموزش بدم. با من بیان. حالا میاریم بالا، دستتون به خیسه به حالت دورانی ماساژ میدیم. به حالت دورانی ماساژ میدیم، یعنی ژل شستشو به صورت دورانیه. بعد مکس کنیم. مثلا من از این قسمت صورتم ناراحتم، ماساژ میدم که قشنگ فونتی تمیز بشه. حالا به صورتمو میشورم. واقعا یه دست آفته. دور چشممو از بیرون به داخل تمیز میکنم. حالا تونر من برای انواع پوست و چشم و صورته. ممکنه مال شما فقط صورت باشه و بعد باید یک تونر مخصوص دور چشمم داشته باشه. حالا قسمت قشنگی داستان اینه که من ژل آبرسانمو برمیدارم و به صورتم افتاد. اشکال نداره، ادامه میدیم و نگاه کنین به سمت بیرون خیلی ملایم ماساژ میدم. حالا منم که با یه پوستی که داره نفس میکشه، به همین سادگی دورانی بیرون، دورانی